سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 11مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو توی زندگیشون تجربه کردن. مرسی از به اشتراک گذاشتن این پادکست با دوستان و اطرافیانتون و حمایت ازش. یه خبر دارم. خبر اینه که رادیو مثلث از چند روز پیش برای خودش یه آیدی تلگرام داره که قراره با این آیدی کارهای هیجان انگیزی انجام بدیم. فعلا توی اولین قدم میخوام برم سراغ آزارهای خیابانی. به این صورت که شما میتونید تجربه خودتون از آزارهای خیابانی رو به صورت یه وایس به آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستید. بعد این تجربه ها و داستان ها جمع میشن و نهایتا میشن یک اپیزود با چند تا روایت متنوع. در ضمن وقتی میگیم آزار خیابانی، منظور هر نوع آزار جنسیه که توی فضای عمومی، شهری، خیابون، تاکسی، پارک، پیاده رو یا هر جای دیگه براتون اتفاق افتاده. آزار خیابانی برای همه آدم‌ها توی همه سنین و در تمام دنیا اتفاق میفته. در واقع آزار خیابانی میتونه یه تیکه انداختن خیلی به نظر ساده باشه تا هر چیزی که فکر بکنین که توی فضای عمومی بخواد اتفاق بیفته. و من فکر میکنم با اشتراک گذاشتن تجربه هامون با هم دیگه در این باره، اول از همه میفهمیم که تنها نیستیم. دوم این که شاید اگر این داستان ها رو بشنویم بتونیم بعدها در مواجهه با این نوع آزار عکس العمل درستی نشون بدیم و خب این باعث میشه که احتمالاً کمتر آسیب ببینیم. پس من منتظر گرفتن وایس های شما هستم. آیدی تلگرام رو توی توضیحات این قسمت میذارم. حالا به غیر از اون هم میتونید توی قسمت سرچ تلگرام یک ادساین بذارین، تایپ کنید آر مثلث که آر و امش بزرگه. روایت این مثلث داستان جالب، متفاوت و البته ناراحت کننده ای از تجربه آزار جنسیه که به نظرم کمتر شنیده شده و یا خیلی دور از اون تصویریه که ما توی ذهنمون داریم. داستان این مثلث از این جهت متفاوته که حالا در ادامه هم میشنویم. تأثیر آزار و خشونت جنسی حتی در حالتی که به نظر ما جسم حداقل درگیری رو با اتفاق داشته، اما از نظر روحی و روانی آسیب‌هایی رو به فرد آزاردیده وارد کرده که تا به امروز و بعد از گذشت سالهای زیادی هنوز همون آسیب روانی همراه اون فرد آزاردیده هست و این دقیقاً اون چیزیه که ما احتمالاً فکرش رو هم نمی‌کنیم. قبل اینکه بریم سراغ داستان این مثلث لازمه که همینجا یه موضوعی رو بگم. من تا به امروز افرادی که باهاشون مصاحبه میکردم رو نمیدونستم چی صدا کنم یا اسم گذاری کنم که هم هویتشون مشخص نشه، همین که جنسیت توی خطاب کردنشون دخیل نباشه، که البته موفق نبودم و همش هم گیر کرده بودم بین خانوم و آقا و دختر و پسر و خودم هم اصلا راضی نبودم. حالا خلاصه بالاخره رسیدم به چیزی که خودم هم دوستش دارم و فکر میکنم مناسب باشه. از این به بعد افرادی که توی هر قسمت داستانشون رو تعریف میکنن رو راوی خطاب میکنم. در نهایت همونطور که قبلا هم گفتم، برای من مهم نیست که شما اسمتون چیه، جنسیتتون چیه، چه جوری هویت جنسی میکنید، حالا چرا این کار کردید، چرا اون کار نکردید و هزار یک چیز دیگه. حالا با این اوصاف بریم داستان مثلث 11 رو از زبان راوی 37 سالمون بشنویم. و در ضمن پیشاپیش بابت کیفیت صدای نه چندان خوب این مصاحبه از همتون عذرخواهی میکنم. من دانشجوی اردبیل بودم، سال 62 هم دانشجوی اردبیل بودم موقع دانشگاه موفق. بعد اون موقع الان خبر ندارم درسته، ولی اون موقع اردبیل خیلی اوضاعش خراب بود. یعنی بچه‌ها با قیافه معمولی و مانتوی بلند و فلان و اینا میومدن بیرون، مثلا تو خیابون و همه جا بهشون میگفتن خراب و ای با چه وضعی شما اومدید بیرون. و یعنی از دست و انگشت کردن و سینه گرفتن و پشت فشار دادن و اینا اتفاقی بود که برای همه میافتاد.
نه تنها برای دخترها میافتاد، برای پسرای دانشگاه که حالا مثلا قیافه ظریفی داشتن و فلان، حتی برای اونا یکی از پسرای دانشگاه ما بود، بچه زیبایی هم بود، انتقالی گرفت رفت. یه دونه بونگایی بود سر خیابون دانشگاه، 1 سال دنبال این بود. یعنی تو تصور کن جو شهر چجوری بود. خود بچه‌های اردبیل میگفتن که تا زمانی که دانشگاه راه نیفتاده بود اصلا زن تو خیابون نبود، با چادر و اینجوری که فقط یه دماغ معلوم باشه زن دیده میشدن. بعد از اینکه حالا دانشگاه راه افتاد یه خورده مثلا دخترای دانشجو اومدن، یه خورده خونه دانشجویی و اینکه دخترها بیان بیرون چند نفری با هم، میدونید دیگه خیلی دانشگاه خیلی جو شهرستان رو عوض کردن. دهه 80 خیلی از شهرها ندیده بودن، اصلا تو کتشون نمیرفت اصلا دختر مثلا حالا یه سری هم بودن خمارایش هم میکردن، ابوهاشون اون موقع هم داشتن، یه قیامت میشد دیگه هرچی اتفاق میافتاد. تو کلاس 30 نفره 16 تا دختر بودیم اون موقع. من و یک دختر شمالی فقط ابرومونو برداشته بودیم. من که حالا اهل تهران بودم، با اون خیلی اونجا زد و خورد میکردم تو خیابون. یعنی چند بار کتک خوردم، چند بار چک خوردم تو خیابون به خاطر که خواستم از خودم دفاع کنم. و آخر سر به این ختم شد که من اصلا خونه در نمیومدم. خب پاپارم بودم خونه داشتم، فقط یه سوپرمارکت دم خونه بود، همونجا میرفتم. یعنی اصلا تفریح و اینا نمیرفتم، مگه اینکه مثلا بچه‌ها مثلا دوست داراشون ماشین چیزی داشتن گاهی میرفتم بیرون. واقعا دیگه میدونید تو اون 4 سال دیگه انرژی من آخرا تحلیل رفت با اون اتفاقی هم که الان میخوام تعریف کنم، دیگه کاملا تخلیه شدم. چون میدونید به غیر از این که سیستماتیک زنها سرکوب میشن به خاطر جسمیتشون و این که میخواد مستقل شن، یه فشار زیادی هم از سمت جامعه و خانواده. یعنی یه اینه کیسه بکسی. من خونم یه جایی بود، تنها خونه داشتم، نزدیک یه رودخونه بودی، فضای سبز بزرگی داشتونه. بچه قرار بود ساعت 8 شب بریم شام بیرون، مثلا 6 تا دختر بودیم، 3-4 تا پسر. بعد اونجا قرار گذاشتم، بعد منم اومدم اونجا، فقط کوچه در اومدم 2-3 دقیقه پیاده رسیدم با بچه‌ها. بعد گفتیم بریم فلانجا، خب ماشین هم که بچه اردبیل بود، من ماشین بابامو میخوام برم بیارم. بعد آورد و حالا تو این مدت ما وایساده بودیم، داشتیم با هم حرف می‌زدیم و میخندیدیم. نگو که چند نفر از پنجره خونه‌شون دارن نگاه میکنن که یه دختر پسر وایسادن دارن میخندن و با هم خوشوبش میکنن و زنگ دادن کلانتری که اینجا چند تا دانشجو اینجا فساد دارن میکنن، بیاین اینا رو جمع کنین. بازی یکی دوست ما با ماشین اومد و بعد تو 2 تا سانس میرفتیم چون جا نمیشدیم. خب بچه شما برید، من دو بعد دیگه میام، شما اول برید. من موندم با 2 تا پسرا. داشتم که قدم میزدیم تا محمد داره بچه ها رو بذاره بیاد ما رو برداره، اینا بودیم پشترمون یه ماشین با چراغ خاموش داره، بعد هم اومده بود، شدید زمستون بود، پاییز بود، آخره پاییز بود، 8 دیدیم ماشین کلانتری 2 تا سرباز و یه چیز پیاده شدن که چه نسبتی با هم دارید و ما گفتیم دوستیم و داریم میخوان بریم شام بیرون و بفرمایید سوار شید و هیچی، ما رو بردن کلانتری دیگه. من خب نه اعتماد به نفس الان داشتم، نه عقل الان داشتم، نه شعور الان داشتم. بعد یه دختری بودم که از دبیرستان افتاده بودم دانشگاه. تا اون موقع من دوست پسر نداشتم که بگم دوست پسر داشتم، تجربه کرده بودم مثلا سکس و لمس و فلان و اینا. یه مقدار میدونی همه این مراحل کمک میکنه به آدم یه مقدار شخصیت شکل بگیره دیگه. مثلا شکل نگرفته بود شخصیتم، هنوز توی عالم نوجوانی بودم. ما رو بردن کلانتری و با هم بعد من این خنگه اونجا همیشه جواب میدادم خونت کجاست؟ خونت همونجاست. پس رفتی اونجا کاراتونو کردید اومدید از دردش بیرون. منم اونجا گریه زاری، پسرام شروع کردن، پسرام هم سن من بودن، اونا هم هیجان داشتن، شروع کردن دعوا کردن. دوست پسر من نبودن، رفیقم بودن. ما رو اونجا بازداشتگاه نگه داشتن و فرداش گفتم باید بیاییم برید دادگاه. فرداش من رفتم دادگاه. اونجا قاضی گفتش که خب چی شده؟ اونا گفتیم اینجوری شده. گفت باید پزشک قانونی. منم اصلا نمیدونستم مثلا قضیه پزشک قانونی چیه، اصلا گیج بودم، انگار مثلا زبان میخورد سر آدم.
رفتیم پزشکی قانونی و گفتم بفرمایید خانم بره تو اتاق، یعنی من فقط بردن آقایونی که نمیبرن پزشکی قانونی که مقعدشون رو چک کنن. گفتم لباس رو در بیار. گفتم برای چی؟ گفت فرستادن تست بکارت دیگه. وای اصلا دنیا رو سر من خراب شد. من گذاشتم رو اون تخت معاینه. خود اون زنه همزمان 7-8 دانشجو بود به اونجای من بهش نشون بده. گرفته بود خلاصه دو طرف واژن ما رو گرفته بود میکشته توضیح داده. منم اصلا گیج بودم، اصلا نمیفهمیدم چه اتفاقی دارم دورم میفته. بعد یه چیزی نوشتم و کلان رو اینا دادن دست سرباز. دست سرباز رو من رو با سرباز فرستاده بودن دیگه. دوباره سرباز رو برگشتیم کلانتری و اونجوری سرگردی هم بود. بیامه گرفت دستشو. خب حالا فکر کن مثلا یه عده سرباز 3 کچل وایستادن، 3-4 تا مرد، من تنها اونجا یه دختر. خب میبینم که چیزم هستی، اوپنم که هستی و من اصلا تا اون موقع تجربه سکس نداشتم، مثلا هیچ رابطه ای. حالا من نمیتونم خودتون در جریان هستی، بکارت واقعا افسانه چیز مسخره است. این که مثلا یکی واژنش شکلی باشه که انگار مثلا حال تو خولی انجام نشده، مال هرکی یه شکلیه. خلاصه اون روز خیلی روز بدی بود، خیلی بهم توهین کردن اینجا و من خیلی گریه میکردم و بعد التماس میکردم. شاید بیشتر چیزی که الان که 36 دارم 37 دارم بهش فکر میکنم و ناراحت هم میکنه، بیشتر اون التماس هست اینکه من نتونستم خودم دفاع کنم. ولی این احمقانه گفتم چرا اگه دختر خودتون بود چی که دختر من خراب تربیت نکردم که، یعنی در اینجوری حرف میزنم. دیگه یادم نیست چی شد، خیلی حالم خراب شد و دیگه بازداشت نبودم چون پدر یکی از هم پسرهایی که تو جنب اون و اهل هردلی بود با مادرش مادم مثلا یه وسیله گذاشتم و من رو در بردم اون روز آقا. و اون دو تا پسره فقط میبادن دادگاه. ما رفتیم دادگاه و قاضی گفتش که ایشون رفتید با هم دیگه یه حال و حولی هم کردید و حالا مثلا من با اون دو تا رفیق بودم، خیلی هم رفاقت‌های مثلا بچه‌های اون موقع زیاد مثلا مثل بچه‌های الان نیست من با هم راحت شوخی جنسی کنم بدون منظور. ما شوخی جنسی هم با هم نمی‌کردیم، یعنی تمام مدت داشتم فقط خجالت می‌کشیدم و شرم از اینکه در مورد اونجای من دارم صحبت میکنم و هنوز از اون ضربه‌ای که اون زن من رو هول داده بود که لباساتو در بیار و اون 7-8 دانشجویی که ریخته بودن و پاهای من بازار اینا کردن هنوز شکل در نیومدم. خلاصه هم چی شد که اعتراض دادی دوباره من فرستادم پزشک قانونی. ببین 3 بار دیگه من فرستادم و آخرین بار بود دیگه دفعه 3 بود که رفته بودیم و دوباره یه برخورد بد با من شد. گفتم که اصلا نزدیک امتحانم بود به قاضی گفتم امتحانم خراب میکنم. نگو به درک امتحانتو خراب کنی، اصلا میخوام یه کاری کنم دیگه نتونی دانشگاه بری. من خب با خانواده مثلا رابطه آنچنانی مثلا صمیمی نداشتم مثلا در مورد مشکلاتم بهشون بگم و رابطه من بیشتر خطمی به این میشد که مثلا یه زنگی میزدیم چطوری مثلا درس رو میخونی مثلا غذا میخوری هم در هم میزد مثلا بحث مثلا خصوصی باشون داشتم چه برسه همچین موضوعی. اونم بالاخره تو همه خانواده های ایرانی واسه اونجای دخترشون خیلی کنتور میندازن که اتفاقی نیفته.
منم خب میدونم که مثلا خانواده منم به این موضوع حساسن. مادرم مثلا خیلی براش مهمه دخترش مثلا بخواد شوهر کنه، مثلا یه دستمالی هم توی وسایل خواهرم دستمال گذاشته بود حتی براش، حالا خواهرم باش جیغ و داد کرد، انداخت صورتش رو دعوا کردم. ولی تا این حد میخوام بگم مادر من دیدش اینجوریه. بعد دیگه اون لحظه فقط به این گوش کردم که خودم راحت کنم. سابقه افسردگی و اینا هم داشتم یه مقدار و دیگه اومدم خونه و خب کارمندم نبودم مثلا بدونم واقعا چجوری میشه خودکشی کردم. یعنی که دوستان اومد و بسان خونه در رو باز کردن و من بردم دکتر و یه 7-8 بخیه خورد دستم دیگه. زنگ زدم به خواهرم و بعد ببین اینا هر هفته منو میکشوندن دادگاه. این آدم های مریض که به هیچ دلیلی میکشوندن جایی تأخیرم میکردم. خواهرم اومد و دیگه خواهرم یه دوستی داشت تو اردبیل که مثلا بحل اردبیل بود، آدم آشنا داشت، یه وکیل واسه ما پیدا کرد. وکیل ما رفت تو دادگاه داد میشنفت یا رو زد تبرای خدافظ. همین بعد تقریبا 35 روز اینا بودو تحقیل و خواهرم منو برد دکتر اونجا معاینه کرد و بعد دوباره پیش خواهرم منو برد پیش همون دکتر اولی که گفتم منو پزشکخانه هولاد گل رفتیم پیش اون. من نمیدونم برای چی پیش اون رفتیم واقعا الان فکرش میکنم چون من کار احمقانه کردم اصلا من پیشم نرم هیچ کدوم از روزایی که میگفتم پاشو بیا کلانتری. من نه به حقوقم آشنا بودم، نمیدونستم. یکی از اون سربازا یه دم خیلی دلش سوخته بود، گفت چرا نزدی زیرش؟ میومدی کلانتری میگفتی مثلا این دوتا رو نمیشناسم، نمیتونستم ثابت کنم. یا مثلا یکی از اون سرگردهایی که دلش واسه من سوخته بود یه روز گفت که نمیخواد بیای کلانتری بریم دادگاه. من خود مستقیم بیا دادگاه که بعد توبیخ خورده بود که این خانم اول بیا کلانتری بعد بریم دادگاه. بعد دیگه رفتیم پیش همون خانمه اونجا ما هم مطبش انداخت بیرون و پولمون رو پس داد و گفتش خواهرت بعدش خرابه و نمیدونم قشنگ مشخص رابطه داشته زیادم داشته و اله و بعد آقا پیش دکتر دیگه رفتیم دکتر رو معاینه کردن و خواهرم واسه شاهرم تو اتاق خواهرم اومد تو شاهرم بیرون بود. خانم گفتش که خانم برای اصلا کسی که میخوام بیان که عروسی کنن خانم نمیدونیم باکره حالا نمیدونم چرا گیر دادن و فلان. بعد یادم خواهرم اومد از اتاق بیرون و شروع کرد برای خواهرم تو دادن. خیلی رو سر ناراحت کننده بود برام که انگار خواهرم میخواست دادن یه جوری جور خواهرم بگه نه خواهر من مشکلی نداره و ببین فلان دکترم این رو گفته و بعد آقای خود دعوا کرد. این قانون کشوره و تو باید احترام بذاری وقتی میدونی جرمه و پسر نماید بیه بیرون و چرا من تحصیده بود دیگه. بعد دیگه احتمالا بسید بود رفتم چه مدیر بیرون بود من میشناخت من دستم خوب بود. یه باستاده صحبت کرد من با همون نمرهای میران که 10-12 دیگه پاسمو دادن و تمام شده قضیه تمام شد. بعد یه ما دیدم یه نامه اومد در خونه مال پزشکخانه‌ای یک شده نامه رو پاره کردم گزارش اون نوشته بود که مثلا معاینه به چه شکلی و کجاها زدگی و فلان و اینا انگار نقشه اونجا تو مثلا کشیدن برای فرستادن که در جریانم باشی. بعد خیلی حالا خراب شد نامه رو پاره کردم و بعد از این گذشت دیگه دستمون تموم شد و با خودم گفتم که اگه حالی یه روز از ایران بالاخره میرم و اینو میرم همه جا تعریف میکنم که من تو خیابون با پسر گرفتم بودم پزشکی قانونی و فلان اینا.
من خب این شخص نرفتم و دیگه موندیم ایران و گفتم حالا فرصتی که حالا تعریف کنم برای کسایی که حالا ممکنه اتفاق مشابه براشون افتاده باشه یا ممکنه در آینده بیفته، چون فکر نمی‌کنم در عرض 10 سال فرهنگ زیاد تغییر کنه. خیلی جاها هنوز خانواده‌ها چک میکنن اونجای دخترشون رو. بعد تا 1-2 سال بعد گذشت من در این مورد با کسی حرف نزدم. یعنی اضافه کار بودیم با همکارم داشتیم من این قضیه کردم، انقدر گریه کردم اونجا. همکارم گروه خیلی بودم ترسیده بودم چرا. اومدم خونه گفتم این قضیه چقدر تو مخ منه هنوز، که وقتی شروع کردم تعریف کردنش اینقدر مثلا حالا گریه کردم، حالم خراب شد. بعد خلاصه یه کینه‌ای من از این قضیه به کاراک گرفتم دیگه، یعنی همیشه یه قلقلکی نسبت بهش داشتم دیگه. بعد از اون این کینه در من بیشتر شد و خلاصه دیگه برگشتیم از اردبیل و تهران ترافل شدم دیگه، دوست پسر گرفتم و روابط آزادم رو شروع کردم بر علیه اون اتفاقاتی که برام افتاده بود. ولی خب جای اون زخممون الان روش پسا زدم که چون یه بار یکی جای زخممون دید که خودکشی کردی، خیلی ناراحت شدم، همیشه ساعت گنده مینداختم. بعد این دفعه یه چند جا بالاترش هم جا مونده بود دیگه، یه پتوی گنده رو دستم زدم که دیگه نگرانی نباشم که ساعت هم یادم نره، یادم نمونه. و میگم الان که 36 سالم شده باشه این فکر کار که چرا مثلا سریع به خودکشی خرج شد و نه فقط من و من خاطره کسایی که برای من تعریف میکنن که مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتن همین اتفاق براشون افتاده. به این فکرن که سریع خودشون از بین ببرن. این چی که ما دست جمعی بهش ایمان داریم، به اینکه هر موقع به بدنمون تعرض شد تجاوز شد خودمون رو بکشی. چرا من واقعا این کار کردم؟ هر روز این موضوع من اذیت میکنه و درک میکنم همه کسایی که بعد از تعرض و تجاوز به خودکشی فکر میکنم، ولی میگم کاش که یه جور دیگه ای تربیت میشدیم ماها که به جای اینکه خودزنی کنیم بریم یقه اون طرف رو بگیریم، نه که خودمون رو بکشیم. یعنی قبل از اینکه جامعه بخواد ما رو تنبیه بکنه با اون طرز فکرهای مزخرفشون، ما خودمون رو از بین میبریم. I want to make mistakes, too many, too late, and I hate living this way, bashing my head on the walls, scarring mentally and physically, but it's doing me no good. Selfish actions made by me, doing it purposely. اون قضیه بکارت برای خود من اون موقع مسئله نبود، بیشتر قضاوت ها، اون نگاه هایی که رو بود، چون آدم میتونه رابطه های مختلف داشته باشه ولی کسی خبر نداشته باشه، مثل دابل لایفی که اکثر ما زنای ایرانی داریم. حتی مردا یه زندگی شخصی خصوصی دارن که ممکنه هیچکی خبر نداشته باشه، بدون محدودی خبر داشته باشن و یه ظاهر اجتماعی که خب اون معقوله. اون ظاهره انگار به هم خورده بود و من مورد قضاوت قرار گرفته بودم و چون تا اون موقع هیچ رابطه‌ای نداشتم احساس می‌کردم به من ظلم شده، من که کاری نکردم، من نباید این اتفاق برام بیفته، من به قانون تا حالا احترام گذاشتم و قوانین شرع و عرف و اینا، و از اینکه خانواده‌ام متوجه بشن و میگم بیشتر اون تحقیری که تو کلانتری شدم خیلی منو خراب کرد، خیلی حال منو خراب کرد. قضاوت نگاهی جنسی که میشد دیگه. تو بعدش که حالا قضیه تموم شد اومدی تهران، موقعی که
میخواستی مثلا رابطه برقرار کنی، رابطه عاطفی یا جنسی، به مشکل برخوردی مثلا نتونی یا سختت باشه یا هی فلش بک بزنی؟ نه این موضوع برام پیش نیامد. ولی خب روابط خوبی هم نداشتم تا 3-4 سال. رابط متعدد داشتم و به هم میخورد. فکر میکردم مثلا از رابطه جنسی باید استفاده ابزاری بکنم. بعد از اون جریان هم حس کردی اینو مثلا تو خیابون که راه بری احساس ترس کنی، یا مثلا یکم از بعدش بگو، از ترسایی بعدش اگه داشتی؟ من مثلا هرکی تعریف میکنم باور نمیکنه. راه میرفتی به دست میزدن، انگار که مثلا یه جسمی، یه عروسکی هستی گذاشتن اونجا و خب اینجوری میدیدن تو که با این وضع اومدی بیرون برای این کار اومدی. من سر از همون ترم 1 به بعد همیشه ترس این تو خیابون، یعنی من هنوزم همینم، از دور تشخیص میدم کسی بخواد یه تنه بزنه یا چیزی بگه. یعنی انقدر این موضوع برای من همیشه استرس‌زا بود. تو دوران دانشجویی یادمه یه بار داشتیم با بچه‌ها تو خیابون راه میرفتیم، من اون موقع عینک داشتم دوستم، بعد یکی از دوستان بسد بود، سینه‌اش بزرگ بود، یکی داشت روبرو اومد سمت ما سینه اینو بگیره، خیلی جدی، و من قولش دادم اینو خوابون تو گوشم و یه دفعه منو یکی دیگه هم 3 تا بودیم، اونم خیلی مثلا قاطی بود، دوتایی تو این دوستایی دنبال یارو تویدی دیدیم نمیتونیم بگیرش، داد داریم دوز ملت نگرفتن ریختیم سرش کتک زدن و ملت شده کردن چی شده؟ گفتم این اینجوری بیشرفی که صحبت. ببین زن و مردی که اونجا وایساده بود شروع کردن به ما پشت دادن و مرده رو ول کردن. شما با این وضعتون شهر ما رو به جنگ کشیدی، شما خودتون خرابید، خودتون دوست دارید این اتفاقاتتون بیفته. بعد اینا شوک داده بود و من همیشه تو خیابون نسبت اینکه اتفاقی برام بیفته خیلی ترس دارم. بعد از اتفاقم هنوزم ما جایی میریم با اینکه متأهلم با همسرم میریم این و اون بار، همیشه ترس اینو دارم که با نیروهای قضایی من وارد دردسر بشم. من اکثرا دیگه خونم دیگه، خیلی کم به ندرت میام بیرون. الان اومدم شهری که همسرم داره کار میکنه، اینجا دارم زندگی میکنم. خیلی میگم روابط بیرون از خونه نمیرم آنچنان، چون اصلا واقعا ایمن نمیدونم این مملکت رو برای هیچ زنی، حتی تو روز روشن، حتی جای شلوغ فرقی نمیکنه. جای شلوغش هم من آسیب خوردم، جای خلوتش که دیگه بماند. یه جایی تصمیم گرفتم که اگه بخوام زندگی شخصم خوب باشه با کسی باشم که مثل خودم فکر کنه، یعنی دوباره اون سیکل معیوب رو تکرار نکنی، بخوای یه برگه سلامت بکارت واسه شوهرت ببری و مثل ازدواج خواهرم که مثلا رفت تست داد و مثل خیلی دیگه که هنوزم میرن تست میدن برای شوهر کردنشون. داستان آزار جنسی که برای تو اتفاق افتاده یک مثلث باشه، 3 تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا بودن؟ سوال سختیه، چون من الان مثلا میگم 6-7 سال است که روان درمانی میشم و آدم برمیگرده خیلی به خودش دیگه. بیشتر بازم دارم خودم رو سر این قضیه سرزنش میکنم که میتونست این اتفاقا برای من نیفته، میتونستم همونجا نرم تو ماشین کلانتری بزنم زیرش یا وایسم تو روشون برم یه وکیل همون اول بگیرم. میدونی بی ارزگی و بی دست و پایی خیلی خیلی الان بهش فکر میکنم که اونجا گریبان منو گرفت. واسه همین الان به دوستای 10-70 و کوچیک‌تر از خودم که دارم مثلا 21-22 ساله 25 ساله همش باشو صحبت کنم که رو اعتماد به نفسشون کار کنن، چون ما نه زورمون میرسه قانون رو عوض کنیم نه عمرمون کفاف میده که تغییر عرف رو ببینیم. تنها چیزی که داریم خودمونیم. فکر کنم خودم اونجا یکی از ضلعای اصلی بودم که خودم رو در معرض آسیب قرار دادم. بعد دیگه یه قسمت بزرگش هم که خب فرهنگمونه.
این قسمتش هم قانونه دیگه، قانون یعنی مجریان عقده‌ای قانون. من برای شنوندهایی که حالا اینا رو گوش میکنن تجربه دارم و حتی کسایی که مثلا بعدا والد میشن، پدر مادر میشن برای بچه‌شون، من خواهم بگم که این فرهنگ ما این فرهنگیه که خیلی ریشه‌ای داره، بسیار ضخیم و گنده و به این راحتی رفت نمیشه. و این که ما وقتی مورد آزار جنسی و جرج‌آویز قرار میگیریم سریع میخوایم خودمون رو از بین ببریم، این اشتراک بین همه کیسا این خیلی من اذیت میکنه که ما نریم به اون سمت که خودمون رو از بین ببریم و راه حل نیست این موضوع. بتونن یعنی این قضیه شنیده شه، آدما با هم دیگه بتونن حرف بزنن، به آدمایی که دوستشون دارن بتونن بگن و اینکه بدونن مقصر نیستن. این فرهنگی که مقصره، این فرهنگی که رو بدن ما قیمت و شکل و اندازه میذاره این مقصره، نه ما. همین فقط مشکل خودکشی و سرزنش درونیه. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام گوش بدید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. در ضمن من از این به بعد میخوام فیلم ها و سریال هایی که با این موضوع تا به امروز ساخته شدن و حالا کتاب هایی که در این باره نوشته شدن رو به مرور توی صفحه اینستاگرام و توییتر رادیو مثلث معرفی کنم. آیدی اینستاگرام و توییتر رو براتون توی توضیحات این قسمت میذارم. علاوه بر اون هم اگر به فارسی رادیو مثلث رو تایپ کنین توی قسمت سرچ میتونید پیداش کنید، هم توی توییتر هم توی اینستاگرام. اگر هم تجربه آزار جنسی داشتین و دوست دارین توی این پادکست در موردش صحبت کنین، ایمیل بزنین. ایمیل اون هست radiomutsallas.podcast@gmail.com. در مورد تجربه آزارهای خیابانی هم همونطوری که اول این قسمت کامل توضیح دادم میتونید تجربتون رو به صورت وایس به آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستین. من پریسا هستم و این 11ام مثلث این پادکست بود. به امید روزهای بهتر. اردیبهشت 1399.